توی پنتاکسم کشیدم فیبر نوری. سلام. توی این ویدیو میخوام بهتون بگم من چطوری دارم فایلامو دانلود میکنم و آپلود میکنم توی یوتیوب. از اون طرف میخوایم یه نمه کلی در مورد اینترنت صحبت کنیم، چه پرووایدرایی چه کسایی که دارن اینترنت توی ایران میفروشن خوبن، چه برندی خوبه، نمیدونم چه اینترنتی خوبه، مزایا و معایب، یه نمه کلی میخوایم صحبت کنیم. بریم تو کارش. اول از همه من میخوام نکات کلی رو بهتون بگم. توی ایران اصلا کلا عمومی به صورت کلی اینترنت خب دو تا بخش داره تقسیم میشه. یه سری اینترنت‌ها سیمی ان، یه سری اینترنت فرکانسی ان. مثلا اینترنت گوشی ما فرکانسی امواجی که داریم اینترنت رو استفاده میکنیم سیمی وصل نشد، مثلا اینا میشن فرکانسی خودمونی طورش. یه سری اینترنت هم سیمی ان. اینترنت سیمی مثل چی؟ ADSL مخابرات، VDSL مخابرات، فیبر نوری، اینا میشن اینترنت های سیمی. خب علاوه پایداری اینترنت های سیمی اصولا بهترن از اینترنت های فرکانسی، پایداریشون بالاتره، ولی خب اگه برقم بره که دیگه کلا اینترنت سیمیت رفت هوا. خب یعنی اصولا پایدارتره، ولی ما تو ایرانیم. این نکته همیشه حواستون باشه. خب حالا یه نمه کلی در مورد پرووایدرها بخوایم صحبت کنیم. برای مثال اصلا شروع می‌کنیم با ایرانسل. ایرانسل شما اگه بخواید یه اینترنت مثلا سرعت خوبی بهتون میده دیگه، 4G میده، 4.5G به قول خودشون میده، 4.5G. ما اصلا نمیتونیم مثلا میگم 4G ویندوز 7 مثلا 8 10 11. نمیدونم چرا یه سری عددات فارسیش راحت‌تر میشه تا انگلیسیش. سر اون عموما همچین چیزی جا افتاده دیگه. خب حالا بریم سراغ ادامه‌اش. ایرانسل بهتون اینترنت خیلی خوبی میده، یعنی سرعت اینترنتتون بالاست. اوکی، با توجه به اینکه فرکانسیه، ولی حجمتون گرون در میاد. و اینکه بسته به شرایطتون. ایرانسل چیکار میکنه؟ یه سری بسته شبانه داره، 2 تا 7، یه نم داره 6 تا 12. 2 تا 7 باز از همه ارزون تره، 6 تا 12 هم که دیگه حالا قیمتش معقول تره. خب شما اگه مثلا مستاجری هستید یا کسی هستید که میخواید یه فایل رو سریعتر آپلود کنید روی چنل شخصی خودتون، میتونید از اینترنت 6 تا 12 صوب ایرانسل استفاده کنید اگه مثلا یه ویدیو میخواید بدید بره بالا. یا اگه مثلا فایل زیاد دارید گوشیتون رو ست میکنید 2 تا 7 مثلا آپلوداتون انجام بشه. جوری هم میتونید استفاده کنید. من خودم مثلا این روش استفاده کنم. خب حالا میریم سراغ همراه اول. خب بساش یه نمه ارزون تره، احتمال داره روی بعضی جاها سرعتش پایین تر بشه. اصلا در کل وقتی که میخواید شما یه اینترنت سیم کارت تهیه کنید، یه سری جاها میبینید ایرانسل اینترنتش واقعا بهتره چون اینا فرکانسی ان دیگه. یه سری جا همراه اول بدتره، یه سری جا رایتل بهتره. بستگی به اون موقعیت مکانیتون میتونید شما یه سیم کارت خوب استفاده کنید. حالا برند شاتل چیکار میکنه؟ شاتل برمی‌داره یه نوع سیم کارتی داده بیرون. برای مثال شما توی یه منطقه هستین، ایرانسل اینترنت بهتری بهتون میده. شاتل اتوماتیک وصل میشه به پروتکل‌ها، به سرورهای ایرانسل. یه جا هستی همراه اول بهتره، وصل میشه به همراه اول. یه جا هستی رایتل بهتره، وصل میشه به رایتل. این آپشن سیم کارت شاتل. خب حالا ما مثلا میخوام کلی بهتون بگم که چه چیزایی هست، چه داستانایی ما داریم. بعد از اینا میریم سراغ رایتل بساش اینم ارزون تره. اکثر مثلا بجز تهران بقیه شهرات اصولا اینترنتش اینم کیفیتش پایین تره و یه سری جاها سانتندش پایین تره، ولی جایی که کار میکنه خوبم کار میکنه دیگه، بعدم کار نمیکنه. بساش هم یه نمه ارزون تر. همراه اول یه بسته‌ای داشته 100 گیگ بود، قبلا نامحدود بود ولی مثلا الان طوریه که فکر کنم کردش 100 گیگ. و اینکه شما اگه این 100 گیگ رو رد کنید، واسه شبانه است فکر کنم، این 100 گیگ رو اگه رد کنید سرعتتون میاد پایین مثلا میشه روی 450 کیلوبایت. خب موقع دانلود و اینا خیلی اصلا ریشه میزنه، سرعت خیلی کند میشه اگه از اون 100 گیگ رد کنید. و فقط هم یه بار این بسته رو میتونید ماهیانه تهیه کنید. اگه میبینید به کارتون میاد این بسته، حالا توی خود سایت همراه اول یا برنامه همراه منش برید میبینید اگه به کار خب 3 تا سیم کارت، الان یه 2 تا سیم کارت به نام خانوادت بگیر، یه سیم کارت به نام خودت، 3 تا سیم کارت 300 گیگ میشه در ماه بسته دیگه. یعنی کفافتو میده برای آپلود یا دانلودی که اگه داری، حتی اگه مثلا مستاجری هستی و اینکه نمیتونی از یه اینترنت سیمی خوبی استفاده کنی. این میشه یکی از روش که از همراه اول استفاده کنی. رایتل و ایرانسل هم که بهتون گفتم اینا بسته شبانه دارن با یه سری بسته صبحانه. باز ایرانسل خب قدرت اینترنت دیش بالاتر از رایتل عمومی بخوایم حساب کنیم. بعد رایتل هم که خب هست، ولی در کل باید تست کنید روی منطقتون. این بسته 100 گیگ همراه اول هم یه چیز خوبیه توی کلی بخوام بهتون بگم
توی سیم کارتیا، یعنی پرووایدرایی که سیم کارت دارن میفروشن ارائه میدن توی ایران، همراه اول این بستش خیلی خوبه، به شرط اینکه مثلا 2 تا سیم کارت دیگه داشته باشی لنگ نمون. این میشه از کلا صحبت کلیش. حالا من خودم از چی دارم استفاده میکنم؟ من خودم در حال حاضر یه واسه ایرانسل دارم که حالا وقتی که خونه نیستم از اون استفاده میکنم، میرم این ور اون ور و حالا شاید براتون خنده‌دار بشه. مثلا فکر کنید این همه یا صحبت میکنه بعد اینترنت آشغال داره استفاده میکنه. درسته، من دارم اینترنت آشغال استفاده میکنم. اینترنتی که آشغال دیگه چی بگم دیگه، حالا گوش کنید. اینترنتی که من دارم استفاده میکنم اینترنت ADSL مخابرات 16 مگی. 16 مگیشو خریدم. حالا بسته‌ای که دارم چیه؟ یه بسته داره مخابرات 300 گیگ. 100 گیگ بیسته، 300 گیگ هم هر ماه شارژش میکنه. یعنی مجموعاً 400 گیگ بهتون اینترنت میده و میتونید استفاده کنید از این اینترنتی که مخابرات بهتون میده. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که من تو 24 ساعت روز میتونم این اینترنت رو هر چقدر خواستم دانلود کنم دیگه. 400 گیگ. بعدیش هم اینه که دیگه نهایت سرعتش روی دانلود بهت میده 1 مگا 700. یعنی با IDM بخوای دانلود کنی 1 مگا 700 میشه در ثانیه سرعت دانلودت. برای من خوبه. سرعت دانلودش برای من خوبه. برای وبگردی هم خوبه. به شرطی که VPN تون خوب باشه. خب VPN تون اگه خوب باشه برای دیدن ویدیو آنلاین، حالا توی یوتیوب بخواید ویدیویی ببینید، کاری بخواید کنید، کفاف میده همین 16 مگا مخابرات. تا الان که برای من کفاف داده، رو راست بخوام بهتون. حالا برای آپلود من چیکار میکنم؟ آپلود قبلا سر آپلود ویدیوام توی یوتیوب، بذار آپلود یکم جلوتر بگیم. الان یه نمه صحبت کنیم در مورد بقیه سیستمایی که هست. خب ADSL که صحبتشو باهاتون کردم. ADSL 16 مگ میزنه در اصل. روی اسپید چک بخواید تست کنی مثلا 13 14 بهت میده. موقع دانلود هم میشه 1 مگا 700. نهایتا دیگه خودش جر بده بشه 2 مگ. خب این میشه ADSL. حالا همین بسته 16 مگش برای وبگردی خیلی خوبه، به شرطی که VPN تو خوب باشه. اگه جایی میخواید برید VPN استفاده کنید. برای مرور اطلاعات نمیدونم اگه شما سئو کارید، اگه تولید محتوا میکنید، یه سری شرایط داره که خوبه. یعنی اونو بذار برسیم جلوتر بهتون میگم. برای وبگردی، برای دیدن یه سری فایل‌ها و برای دانلود اوکیه. یعنی من خودم الان بیشتر استفادهم از همین ADSL. حتی برای آپلود هم حالا شاید عجیب بشه ولی میرسیم جلوتر بهتون میگم. بعد از اینا میریم سراغ VDSL. سرعت دانلود و آپلود خیلی بالاتری بهتون میده. سرعت آپلود VDSL فکر کنم الان دیگه تقریبا 50 مگه. اگه جایی هستید هنوز سیم کشی هم نکردن برای VDSL، میتونید درخواست بدید برای VDSL. خب ولی اصولا همه خونه ها ADSL ساپورت میکنن، یعنی ADSL چیز در دسترسیه، میتونید استفاده کنید. بعد از ADSL میریم سراغ VDSL ها مودماشون فرق داره. خب یعنی مثلا فکر کنم مدل‌های VDSL فکر کنم الان بالای 1500 باشن. باز تقریبی دارم بهتون میگم. این ویدیو مثلا یه میبینی 3 سال بعد 2 سال بعد داری میبینی اصلا قیمتا رو به آسمون. بعد میگه یادش خیلی یه زمانی بود با 1300 ما داشتیم مودم می‌خریدیم VDSL. اینجوریه VDSL هم. خب یعنی باید ببینید اون مخابرات نزدیکترین مخابراتتون برید بپرسید برای فعال کردن طرح VDSL. سایتشون هم adsl.tci.ir. آره سایت مخابرات adsl.tci.ir. یعنی میتونید داخل اونجا برید وضعیت اینترنت رو ببینید، وضعیت وصلتون رو ببینید. اینم حالا یه چیز کلی‌تر. بعد از این ما میریم سراغ فیبر نوری که دیگه اگه بتونید وصل کنید، نور علی نوره. یعنی بهترین اینترنتی که میخوام بهتون بگم کلا توی ایران هست فیبر نوری واقعا اینترنت خیلی خوبیه توی ایران. یعنی فکر کنم تا 300 مگ بهتون سرعت دانلود بده همین فیبر نوری. و اینکه یکم دردسر داره، یعنی باید هی برید مخابرات، بعد چند ماه اونا تایید بدن، یه سیم کشی براتون بزنن و اینکه بیان فیبر نوری رو وصل کنن، اینترنت فیبر نوری، مودم فیبر نوری رو وصل کنن و بتونید استفاده کنید. اگر در حال حاضر چقدر کتابی شد نه اگه در حال حاضر شما ADSL ساپورت میکنه خونتون و فیبر نوری میخواید مثلا VDSL تبدیل کنید به VDSL، من میگم خب برید سراغ فیبر نوری، نرید سراغ VDSL. یعنی اگه میبینید
میتونید یه نمه هزینه کنید به سراغ فیبر نوری. فکر کنم پول سیم کشی رو باید خودتون بدید یه مبلغیشو، اینا رو باید هم مخابرات محلتون بپرسین اصلا این ساپورت میکنه یا نه. اگه ADSL دارید یه 2 ماه 3 ماه تحمل کنید، زجر بکشید تا فیبر نوریتون اوکی بشه. یعنی فیبر نوری خیلی بهتر از VDSL میتونه بشه. یعنی وقتی که میخوای روی ADSL داری نه رو VDSL نه رو بعدش فیبر نوری، یه جامپ بزن روی فیبر نوری اصلا عشق کنی. این حالا نظر کلی من. خب حالا در کل بسته های اینترنتی که مثلا میشن سیمی، بسته های اینجور سبکی، حالا فیبر نوری، VDSL، ADSL، اینا بسته های خیلی ارزون تری دارن نسبت به بسته های فرکانسی، یعنی بسته های اینترنت های فرکانسی، اینترنت های قابل حمل. بسته هاشون خیلی ارزون تره و اینکه اگه محلی هستید که میتونید حتی شده ADSL شو استفاده کنید برای دانلود، خداوکیلی بسته های مغروم به صرفه تری دارن. درسته سرعتشون پایینه ولی بسته هاشون مغروم به صرفه تره. برای وبگردی اوکی. حالا برای ADSL اگه مثلا شما اینو من نمیخواید یه بسته‌ای بگیرید که 400 گیگ ماهیانه حجمش باشه، فکر کنم الان من مثلا دارم ماهی 350 اینا پول اینترنت میدم برای 400 گیگ، معقوله، یعنی واقعا میصرفه نسبت به این قیمت. ولی اگه شما نمیخواید مثلا همچین هزینه‌ای کنید برای اینترنتتون، یعنی مثلا همون بسته 100 گیگیشو میخواید، 100 گیگیش فکر کنم 125 تومنه، 130 تومنه، همچین هولوشه برای 16 مگیش، میتونید یه بسته 100 مگی بگیرید توی خود سایت ADSL TCI داتایار که برای خود مخابرات شما یه آپشنی دارید، میتونید بسته ساعتی و بسته زماندار فکر کنم بهش میگه، اونم تهیه کنید. این هم چطوری میشه؟ این هم مثلا مثل شبیه همون اینترنت ایرانسلی که یکم جلوتر باهاش صحبت کردیم. بسته اینترنتی بسته زماندار، شبانه داره، صبحانه هم داره. یکیشو میتونید بخرید برای ماهیانه، مثلا 100 گیگ میتونید شبانه بگیرید، یعنی 100 گیگ دیگه هم شارژ میشه این مخابرات مودمت، و اینکه توی شب اگه از اون استفاده کنی اون 100 گیگت میره، خیلی باحال میشه، یعنی هزینه‌تون بازم یکم کمتر میشه و اینکه میتونید این روش هم استفاده کنید. گفتم بهتون میگم شاید به کارتون بیاد. حالا اینا رو که بهتون گفتم، حالا مینا بیشتر در حرکتی که خودم میزدم صحبت کنیم. برای آپلود ویدیوها من 2 تا روش استفاده میکردم. روش اول، یعنی اون زمانی که اینترنت ها خیلی دیگه به چخ رفت و وی پی ان درست درمونی هم نبود، هر چی میساختیم این ور آی پیش درجا بلاک میشد، من چیکار میکردم؟ یه سرویسی بود به اسم زپیر، الان هم هست فکر کنم، چنل اسکیل، آره دقیقاً چنل اسکیل یه ویدیو خیلی جامع خیلی خوب در مورد این سرویس ساخته، یعنی میتونید اون رو نگاه کنید، یاد بگیرید چطوری ستش کنید. ولی یه نکته‌ای داره، این زپیر که دارید استفاده میکنید اگه فایلی که میخواید روی چنل یوتیوبتون آپلود کنید بالاتر از 1 گیگ باشه نمیتونه، یعنی میگه باید اشتراک پریمیومش رو بگیرید. آره این نکتهشه. اگه ویدیوهایی میسازید که زیر 1 مگ خلاصه میشه، زپیر خدای وکیلی گزینه خیلی خوبیه، یعنی ویدیوتون رو به نیاز به داشتن وی پی ان آپلود میکنید روی درایو گوگلتون، زپیر خودش میندازه روی چنلت، خیلی بکاره، ولی به شرط اینکه زیر 1 گیگ باشه. ولی نمیتونید اشتراک زپیر رو بگیرید، بالای 1 گیگ هم شد این کارو براتون انجام میده. این میشه اولین کاری که من استفاده میکردم برای همین چنلم. بعد از این من دیدم که آقا یه سری ویدیو داریم ما بالای 1 گیگ، نمیخوام هم حجمشو بردارم کم کنم. چرا؟ چون برای مثال الان شما بخوای یه ویدیوی 3 گیگ تو بندازی مثلا توی یه نرم افزار ویندوزی به اسم هند بریک یا خیلی نرم افزار دیگه ای که هست، خب شما یه زمانی هم باید بذارین ویدیوت کامپرس بشه. من میگم خب چرا؟ هم یه زمان بذارم کامپرس بشه، هم یه زمان دیگه دوباره بذارم برای آپلود. نمیخوام کامپرس بشه، ویدیو بذار با همون کیفیت آپلود بشه روی یوتیوب، یه جورای زمانم هم یکی در میاد. چیکار میکردم؟ یعنی چیکار میکنم در حال حاضرم؟ اپ یوتیوب استودیوی موبایل من دارم، با یعنی ویدیو وقتی که رندرش تمام شد میذارم روی گوشیم، با اپ یوتیوب استودیوی موبایل میزنم آپلود بشه. خب برای مثال دیگه مثلا میخواد 4 ساعت طول بکشه، مثال 4 ساعت بعد میدونم آقا با گوشی آپلود شد. چون اگه بخوام با سیستم این کارو کنم یهو میبینید اینترنت میپره و اینکه فایل باید مثلا ریزوم بزنید 2 بار 3 بار اینجوری کنید، کلا یا برق میره یا اینترنت میپره دیگه، همچین چیزایی هست. خب نمیشه دروغ گفت. بعد نمیتونی از سیستم درست درمون استفاده کنی. چرا؟ چون اکثر اینترنت تو داره میگیره برای آپلود، یعنی کلا کن میشه وقتی که با ADSL یا دارم خودم میگم. برای همین با گوشی من میزنم آپلود،
مثلا میخواد 4 ساعت طول بکشه، خیالم راحته آقا اگه اینترنتی قطع شد، برقی رفت، نمیپره، مثلا تا اون درصدش میمونه، بعد دور خود گوشی ریزوم میکنه. همین بابت خیالم راحته. از اون طرفم میتونم از سیستمم به راحتی استفاده کنم، مشکلی نمیخورم. ولی اگه بخوام آپلود بزنم با سیستمم، سیستم دیگه اینترنتش یعنی خداحافظی کن با اینترنتش. آقا موقع ادیت کلا یه چی یادم افتاد که یه بخشو کلا یادم رفته. خب و این بود که من سرویس‌های پوینت تو پوینت رو هیچ کدومشون رو صحبت نکردم. سرویس پوینت تو پوینت چیه؟ برای مثال یه دکله روش به اصطلاح مانند دیش هست. خب و اینکه توی خونتون یا توی آپارتمانتون هم باید یه دیش بذارید، ریسیور بذارید. خب و اینکه بین این ریسیور با اون دکل نباید برج دیگه‌ای باشه، نباید چیزی باشه که تداخل داشته باشه به این سرویس، به این اتصالی که برقرار میشه. و به این اینترنت ها میگن اینترنت های پوینت تو پوینت. رسپینا هم یه نوعی اینترنت ها داره، اینترنت پوینت تو پوینت داره، یعنی کارش فروش اینترنت پوینت تو پوینت. معایب این اینترنت ها اینه که ارزم بزرگان اکثر جاها فعال نیستن، یه سری جای خاص فعالن. اگه میخواید بدونید باید برید تو سایت اصلی خودش. و نکته دیگه ای هم که میمونه اینه که اینا مثلا سرعتشون آنچنان چشمگیر نیست ولی محدودیت دانلود ندارن، یعنی بی‌نهایتن. همچین چیزیه، حجمی مشخص نمی‌کنه. همین، اینم یادم رفت بود. خب دیگه رسیدیم به آخر ویدیو. اگر این ویدیو خیلی خوشت اومده سابسکرایب و لایک رو بزن. اگه دیگه خیلی 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 زیاد خوشت اومده میتونید دونیت هم کنی، لینک دونیت توی دیسکریپشن هستش. و اینکه خواستی این ویدیو رو هم ببین. توی این یکی ویدیو من میخوام بهتون بگم چطوری میتونید وی پی ان گوشی اندرویدیتون رو شیر کنید به ویندوز. اگه iOS هم هستی جواب میده. این ویدیو رو ببین. میتونی وی پی ان تو شیر کنی به ویندوزت و ازش استفاده کنی. دیگه اگه وی پی ان هم که نخریدی میتونی با این روش یه وی پی ان شیر کنی روی ویندوزت، کارت راه میندازه. میبینمت.